رتبه من در منطقه 1 شد، حالا کنکور منطقه 1 2 3 نداره، تو منطقه 1 شد 201. الان جو غالب در ایران اینه که آقا بچه‌ها پزشکی، دندون پزشکی، داروسازی، رشته‌های پردرآمد و با پرستیژ بالا و اینا. الان هر کس پزشکی رو انتخاب میکنه واسه همچین درآمدایی که قبلا حالا افسانه‌ها در موردش میساختن اشتباه میکنه. گفتم مادر من اگر از فردا من از شما 1 ریال هزینه دریافت کردم، شما هر چی خواستی من بگو. چی شد که اصلا به فکرت رسید که زیست شناسی رو با رتبه 201 انتخاب کنی؟ گروه بیوتک انقدر دانشجوهای ارشد دکتراش اپلای کردن رفتن که میخواد ورودی بگیره. اما من برات تضمین میکنم که اگر عاشقانه ترین شغل دنیا رو هم برداری، بعد از یه مدتی اگر درآمدش کفاف حداقل خواسته های تو رو نده، تو احساس میکنی اون شغل مناسب تو نیست. تجربه شخصی خودم، واقعا کار ارشد رو نباید سنگین برداشت. یه سنگلاخه، یه جاش خاکی میشه، یه جاش شنیه، یه جاش چاله داره. خلاصه ماشینتو ببند دیگه وقتی داری حرکت میکنی. به خصوص که خب نه که دانشگاهمون ماشاءالله خیلی اصلا غرق در تجهیزات هستن، خب اما خیلی از این جاها دارن در واقع دوره نمیفروشن، اینا دارن توی این بازار ناامیدی امید میفروشن. این دلیل نمیشه که شما خودت از طبقه 13 بخوای پرت کنی. سلام دوستان، با قسمت 4 پادکست بایو اسکیل در خدمت شما هستم. امروز میخوایم با شخصی گفتگو کنیم که شاید رشته‌ای که انتخاب کرده با توجه به رتبه‌ای که آورده واسهتون خیلی خیلی تعجب آور باشه. یکم هم راه و روشش با اون چیزی که من همیشه توصیه میکنم به بچه‌ها متفاوته. امروز میخوایم باش یه گفتگو و شاید هم یه وقتایی بحث داشته باشیم، ببینیم که چرا این کار کرده، دلیلش چی بوده، چه توصیه‌ای واسه شما داره و تجربیاتش رو میخواد با ما به اشتراک بذاره. امروز میخوایم با آقای محمد امامی صحبت کنیم در مورد راهی رو که چند سال پیش انتخاب کرده و همچنان توی همون راه داره میره جلو. سلام محمد جان، وقتت بخیر باشه. سلام آقا میلاد، سلامت باشین. ممنونم، وقت شما بخیر. خیلی خوشحالم که هستم خدمتتون و در خدمتم. سلامت باشین. من قبل از اینکه شروع کنیم بگم که محمد رو من از کانال یوتیوبش شناختم، به خاطر اینکه توی اون ساجستشن ها قاعدتا کسایی که بیولوژی کارن ساجستشن های مرتبط واسهشون میاد. کانال یوتیوبش هم biology.امامی هست، همینجا سابسکرایب کنید، یادتون نره لطفاً. اگر کنکوری هستید حتما، بخاطر اینکه بیشتر اون مباحث رو کار میکنه. احتمالاً قول که نه، اما ما ازش درخواست میکنیم که بره توی مباحث آموزش حالا صنعت، چون که توی در واقع دارم اسپویلش میکنم، اما خب بذار بگم از الان در واقع توی آرندی یکی از شرکت‌های دارویی هست اگه اشتباه نکنم، و شاید کسی باشه که در واقع صلاحیتش رو داشته باشه در مورد ورود به صنعت توی ایران صحبت کنه و اینکه از یه تعداد از آدم‌هایی که حالا هستن تو فضای مجازی و لیسانس گرفتن و خیلی کاری واسه انجام دادن ندارن و دارن توصیه میکنن، از این توصیه‌ها خیلی صلاحیتش بیشتر واسه این کار. اما از حاشیه بگذریم و بریم سراغ متن. محمد جان لطفاً یه مقدمه در مورد خودت بگو و باید بیشتر آشنا بشیم تا بریم سراغ سوالات. خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم در رابطه با اون توضیح اولی که فرمودید که در حالا انتخاب عجیبی کردم در بحث رشته و این موضوع. من سال 94 کنکور سراسری دادم، رشته تجربی. رتبه من در منطقه 1 شد، حالا کنکور منطقه 1 2 3 نداره، تو منطقه 1 شد 201. خب معمولا با همچین رتبه‌ای خب الان جو غالب در ایران اینه که آقا بچه‌ها پزشکی، دندون پزشکی، داروسازی، رشته‌های پردرآمد و با پرستیژ بالا و اینا. ولی خب یکم حالا خلاف جریان جامعه من رشته زیست شناسی انتخاب کردم، گرایش سلول مولکولی، دانشگاه تهران. خب همون موقع مثلا این ذره عجیب بود برای همه، خانواده و دوستان و نه. رفتم زیست سلول مولکولی خوندم دانشگاه تهران. 98 فارغ التحصیل شدم لیسانسمو و ارشدم رو بیوتک خوندم اونم دانشگاه تهران و سال 402 دکترا دفاع کردم و اونم فارغ التحصیل شدیم و دیگه دکترا نخوندیم. حالا حقیقت تو ذهنمه که دیگه دکترا رو ان شاء الله ایران نخوندن. حالا یه بحث دیگه است. بعد سال 1400 دقیقاً از تیر 1400 هم این توفیق رو داشتیم که وارد یک شرکت دارویی بشیم به اسم سلتک فارمت. خب تمرکز این شرکت رو حوزه سلول درمانیه. منم حقیقت عاشق سلول‌های بنیادی و کارهای اینجور چیزا.
من سال 98 به پیشنهاد یک از اساتیدمون آقای دکتر عارفیان که خیلی دوستش داریم، براش احترام قائلیم، ایشون گفتش که المپیاد دانشجویی شرکت کن. گفتم باش. بعد ما 2 تا المپیاد دانشجویی داریم، یکی سلول‌های بنیادی، یکی زیست شناسیه که بچهای زیست میتونن شرکت کنن. منم خیلی اصلا عاشق استم سل و حوزه‌های مثلا ریجنریتیو مدیسین و پزشکی با ساخت اینا شرکت کردیم و تو بحبوحه مراسم ازدواج و عروسی من بود این داستانا شرکت کردم، رفتم حالا مرحله آخرش رو خوشحال مدال طلا گرفتم. اونو خیلی یه موتیویشن خاصی بهم داد که برم حتما تو این حوزه و بعد از اونم خوشبختانه باب باز شد که از 1400 برم تو شرکت دارویی کار کنم و حالا در کنار همه این داستان‌ها به سبب رتبه کنکورم و علاقم به رشته زیست از همون زمانی که کنکور دادم تدریس زیست هم میکنم. حالا برای کنکور سراسر این داستانا خب علاقه خودم بیشتر راستش کار دارویی و کار مرتبط با رشته، ولی خب دیگه شرایط اقتصادی و شرایط حالا به خصوص صنعت دارویی در کشور ما ایجاب میکنه که شما یک در واقع کار دیگه هم در کنارش داشته باشی. حالا دیگه اون بحث مفصلی است که صنعت دارویی چقدر تو ایران پیشرفته است، چقدر میشه درآمد داشته باشیم و حالا این داستانا. برای همین دیگه الان این تو حوزه رو داریم و مشغول کاریم و در خدمت شما هستیم. سلامت باشی. خود مقدمش 7-8 تا سوال توش بود، بعد یه دقیقه باز کنیم. من یه عذرخواهی بکنم پیش که بعضی از چیزایی که میپرسم واقعا سوالات شخصی خواهد بود و خیلی آزادانه، اگر دوست نداری جواب بدی راحت نه خواهش میکنم جواب نده و بگو قول معروف موضوعات شخصی. اما خوبی جواب دادن بهشون شاید این خواهد بود که بچه‌ها رو خیلی روشن میکنه نسبت به راهی که میخوام واردش بشن. من اول یه بک‌گراند نمیدونم چقدر در واقع مورد کانال من و در مورد چیزهایی که میگم و بالا چیزهایی که توی پیج قبلیم میگفتم بایو اسکیل مطلع هستی، نمیدونم چقدر در موردش میدونی. من یه ویدیو ضبط کردم و با آمار و ارقام به بچه‌ها گفتم که اگر بیاین رشته‌های علوم پایه توی ایران شانس موفقیتتون کمه. من نمیگم نیست، اما کمه. عددا دروغ نمیگن، ریاضی دروغ نمیگه. میدونی چی میگم؟ یعنی چیزی نیست که من یه جوی را افتاده و یه بخش عظیمی از انگیزه منم واسه این پادکست ها و صحبت با افرادی مثل خودت اینه که یکم شفافش کنم، چون جو بسیار گلالوده و خیلی دارن از این جو گلالود ماهیگیری میکنن. ماهیگیری یعنی این که بیاین کارگاه اول شرکت کنید، موفق میشید، نشدید دومی، تکنیک سومی، شما باید 10 تا تکنیک بلد باشین، شما باید 50 تا جا اپلای کنید که کارگیرتون بیاد و از این طریق بیزینسشون رو دارن انجام میدن. کسی هم که 18 سالشه، 19 سالشه، 20 سالشه، ما خودمونم 30-35 ساله به دنیا نیومدیم، ما هم اون دوره رو گذروندیم. هممون توی اون سن یه شوق و هیجان و اشتیاق عجیبی داریم برای اینکه بیشتر یاد بگیریم، راه به قول معروف 100 ساله رو یک شبه طی کنیم و سعی میکنیم تمام اون به قول معروف زورمون رو بزنیم که به اون نقطه‌ای که دوست داریم و بهش افتخار میکنیم برسیم. و یه نفرم نشسته اونجا داره در باغ سبز رو نشون میده که بیاین اینور، راهش کارگاه و اینا. و این راهو در واقع این موضوع صحبت کردن با افرادی مثل تو خیلی میتونه شفاف کنه و باز کنه. سوال اول این بود که از خیلی اول شروع کنیم. چی شد که اصلا به فکرت رسید که زیست شناسی رو با رتبه 201 انتخاب کنی؟ این خیلی چیز مهمیه، به خاطر اینکه من میدونم فشارهای خانواده غالبا تو ایران هست. حالا اگر نگیم فشار، حداقل میتونیم بگیم توصیه های مؤکد اگر اسمشو نخوایم بذاریم فشار، اگر والدین خوبی باشن. و فشار جامعه هست و اینکه استرس آینده هست. همه اینها فاکتورایی که میگن برو رشته‌ای رو انتخاب کن که حداقل کف درآمد تضمین شده باشه. پزشکی الان من خودم به خاطر اینکه با پزشکان زیادی ارتباط دارم میدونم که درآمدش اونجوری که میگم واقعا نیست. یعنی الان هر کس پزشکی رو انتخاب میکنه واسه همچین درآمدایی که قبلا حالا افسانه ها در موردش میساختن اشتباه میکنه. یه حقوق به قول معروف
نزدیک به حداقلی دارن، خیلی هاشون بعضیاشون یکم بیشتر، بارها سختیش هست، مسئولیتش هست و یه عدهشون هم خیلی پول دارن. بله. اما کف درآمد تضمین شده است، یعنی که کفش اینه که شما میری توی درمانگاه کار میکنی و به قول معروف ویزیتتو میگیری و آخر ماه یه مبلغ مشخصی بهت برای حسابت وارد میشه. زیست شناسی اینو نداره. چی شد که برای این استرس و اون شرایط و اون توصیه‌های مؤکد فارغ اومدی رشته زیست شناسی سلول مولکولی؟ سلامت باشی. خب یه ذره مفصل و خیلی خوشحال میشم که بگم چرا. با اجازه شما برگردم میذاره به عقب‌تر. در خانواده ما وقتی که من تقریبا یا بچه بودم، 7-8 سالم بود، در خانواده یعنی اقوام خیلی نزدیکم، حالا اسم نمیارم، یک در واقع بچه دنیا آمد که در همون بعد تولد دچار فلج مغزی شد. 5 دقیقه تنفسی کرد و دچار فلج مغزی شد و مثل همه احتمالاً ماها که در کودکی یک جرقه‌ای تو ذهنمون میخوره که من بزرگ شم فلان کارو میکنم، این داستانا، همون جرقه برای من خورد و حالا خوشبختانه یا متاسفانه پاش وایسادم. یعنی شرایط هم جوری بود که نمیدونم، شاید بتونم بگم تا یه حدی همراهی کرد که بتونم بمونم توی مسیر. یعنی همیشه اولش یک جوه، یا بزرگ بشی یادش میره دنیا عوض میشه و فلان اینا، ولی موند. حالا یک یعنی شروعش از اینجا بود. بعدش که حالا رفتیم جلوتر و بحث انتخاب رشته رسید، دقیقاً همونی که این فرمایید، یعنی جو غالب اینه که شما برو مثلا رشته‌ای که به قول شما دقیقاً کف درآمد تضمین شده باشه و این داستانا. من یادم نمیره، خب من داداش خودم راستش سال 85 کنکور داد، دقیقاً 9 سالم بزرگتره. داداش رتبه شد 109 و پزشکی خوند و خیلی به من تاکید می‌کرد آقا برو پزشکی، حالا این انتخاب درست تره و خب خیلی هم کمکم می‌کرد. حالا تو درسم بهش تشکر می‌کنم. ولی یادم نمیره، من یه روز با مادرم خونه تنها بودم، همین توصیه رو بهم کرد، گفت درآمد و این داستانا. گفتم مادر من اگر از فردا من از شما 1 ریال هزینه دریافت کردم، شما هر چی خواستی من بگو. یعنی این سبب این شد که من اصلا برم تو راه تدریس کنکور، چون میدونستم میتونم درس بدم و ازشون درآمد کسب کنم و خب خودم رو ملزم کردم. گفتم تو میخوای پای علاقت وایسی و جو کشور، جو همه چی خانواده همینه و باید یعنی خربزه میخوری پای لرزش هم بشینی. گفتم آقا من از فردا اگر برای رفت آمدن برای هر کاری 1 ریال از شما هزینه دریافت کردم، شما هر چی خواستی بگو، من اصلا انصراف میدم. مامانم گفت باش و برو اگر میتونی از پس هزینه‌ات بر بیای و این داستانا، چون همون استرس بالاخره درآمد اینها هست. گفت باش و منم انصافا تمام زورمو زدم پای حرفم وایس و من واقعا از فرداش دیگه پول نگرفتم از مامانم. این رفت آمد همه چی، میرفتم کلاس. من سال 94 رفتم کلاس، ساعتی 4-5 هزار تومان برای رفع اشکال اردوهای مطالعاتی اینها. حالا تا الان که خب این درآمد خیلی خدا شد بیشتر شده و الان دیگه تو بحث کنکور اینها هستم. از اونجا شروع کردم به خاطر اینکه واقعا این علاقه برام خیلی مسئله بزرگی بود. این از این در واقع موضوع و خب واقعا خدا رو شکر میکنم بابت اینکه میگم من الان خودم درگیرم با بچه‌هایی که میخوان انتخاب رشته کنن. خیلی خدا رو شکر که خانواده من واقعا میتونم بگم روشن فکرانه با این موضوع برخورد کرد. منم اون تضمینه رو دادم و قوله رو دادم، ولی خب پذیرفتن این موضوع. این یه نکته. و یه نکته که در رابطه با یعنی خب موضوع هستش که خب تو زیست شناسی ما این درآمد رو نداریم. تازه شما اگر بتونی وارد صنعتش بشی هم باز اون درآمدی که بشه یک زندگی خوب در ایران فراهم کرد نداره، چه برسه که خیلی ها اصلا نمیتوانند وارد این صنعت بشن. یعنی خود این یک چالش بسیار بزرگی. و در این رابطه که فرمودید رشته پزشکی همون درآمد رو دیگه الان نداره، من کاملا تایید میکنم. جدا از اینکه میگم خب داداش خودم دقیقاً تو این فاز هست و من به شخصه نسبت زحمتی که میکشه به نسبت آنچه که از شرایط زندگیش میبینم، خب من داداشم واقعا با یه علاقه فوق العاده زیاد درس خوند، تو شرایط سختی درس خوند و اصلا کنکور تخصصش رو خیلی زیاد مطالعه میکرد و خب در واقع همون کارم میکرد و مطالعه میکرد برای کنکور تخصصش. دیدم چه سختی هایی کشیده و خب من احساس میکنم که واقعا الان شرایط جوری که نسبت زحمتی که میکشه خیلی بیشتر از اون چیزی است که داره دریافت میکنه. و به قول شما واقعا همینه، عده کمی از پزشکان هستن که الان اون درآمد بالا رو دارن. من بچه‌ها
حالا شوخی یا متاسفانه جدی، خیلی وقت میگم دنبال پولید. یه رشته الان در کشور ما هست که اینجوریه، دندون پزشکی. حالا اگر پزشکی زیبایی و اینها رو بهش اضافه کنیم تو این حوزه، اگه میخواین کم زحمت و پردرآمد دندون پزشکی، ولی واقعا آره پزشکی دیگه شرایط رو نداره و خیلی باید معروف بشی و در واقع بیای بالاتر تو لول های بالا تا اون درآمد داشته باشی. ولی خلاصه اون جرقه‌ای که من رو آورد به این سمت و نگه هم داشت، این سلسله مراتبی بود که عرض کردم از اون تصمیم در کودکیمون تا اون قولی که به خانواده‌ام دادم و تمام تلاشام کردم پاش وایسادم که خوشبختانه الان رسیدیم اینجا. بسیار عالی. تجربه جالبی بود و اینکه به هر حال ارشد گرفتن، واحدها رو پاس کردن، المپیاد خوندن، این یه وقت خیلی زیادی میطلبه و اینکه آدم باید درس خون باشه. من بارها گفتم هیچ ابایی هم ندارم از اینکه بگم دوباره، من بسیار آدم درس نخونیم. یعنی من به شدت، یعنی الان شما آینه خودت رو معکوسش جلوی خودت داری میبینی و اینکه بیشتر دوست دارم پازل حل کنم، معما حل کنم، یه چیز جدید. یعنی من اگر کار رو مثلا 6 ماه ببینم دارم تکرار میکنم و همون نتیجه رو میگیرم، حالا نه اینکه نتیجه منفی، منظورم یه کار روتینه، خسته میشم. درس خوندن به اون معنی که به من بگی برو این کتابو بخون مثلا بیا فردا امتحان بده، برای من بسیار خسته کننده است. اما شما میتونی بگی مثلا برو کل وبو سرچ کن، فلان پروتکل واسه فلان کار در بیار، دیزاینش کن واسه فلان چیز. اون من میتونم واسه 6 ماه وقت بذارم قشنگ. اما درس نخونه درجه یکم. من همیشه هم غبطه میخورم به کسایی که میتونن درس بخونن. من همیشه، بعضی میگن دانشگاه تهران چیزی نیست، شهید بهشتی چیزی نیست، مثلا هر دانشگاهی باشی فقط دانشجو به قول من خودش مسئله است. این تا یه حدی 100% درسته، اما به هر حال اونی که اونجا قبول شده یه زحمتی کشیده که من همیشه به اون زحمتی کشیده اون وقتی گذاشته غبطه میخورم. از راه دیگه که واسمون بگو. و اینکه فکر میکنم اگر بخوام بگم پیک این سختی ها کجا باشه، به تجربه خودم پایان‌نامه ارشد رو شاید مثال بزنم. پایان‌نامه ارشد یه چیزیه که حالا اولین تجربه تحقیقاتیه. دلار تو ایران تو اون احتمالاً سالا نوسان عجیبی داشته، چون حساب کتابی که دارم میکنم 98 مثلا رفتی تقریبا 1401 خوردی به اون نوسانات عجیب غریب اولیه. و اینکه احتمالاً خیلی در واقع مواد گرون شده، احتمالاً دستگاه به قول معروف گیر نمیاد، خراب میشه، نمیتونن درست کنن اینا. آیا این درسته یا چالشی بزرگتر از اون هم داشتی؟ واقعاً به نظر، یعنی صادقانه بخوام بگم 100%، حتی نه 99%، 100% همین. پروژه ارشد من واقعا بزرگترین چالش بود و به دلایل متعدد. پروژه ارشد من در واقع همزمان شد با ورود من به همون شرکت سلتک. قرار شد که اصلا من پایان‌نامه‌ام اونجا انجام بدم و خب پروژه‌ای که تعریف کردم در راستای همون بحث فلج مغزی بود و ای کاش حالا روزگار، اطرافیان، هر چی یه ذره اون لحظه منو قلقلک میداد که آقا این پروژه برای الان نیست، که البته قلقلک هم داد و من گوش نکردم. من این پروژه رو برداشتم، بحث اصلا استم سل تراپی برای فلج مغزی بود. این داستان ها حتی تونستیم گرنت هم تا یه جایی بگیریم، ولی واقعا در فرایند انجام تستا، در فرایند تأمین موادش، من یادم یه فاکتور میخواستم به اسم BFGF. این فاکتور دلار 25 تومن بود. من پروژه‌مو شروع کردم، فکر می‌کنم مقداری که من می‌خواستم هولوش 90 میلیون تومان میشد که اواسط پروژه من دلار نزدیک 47 تومن بود دیگه. یعنی قشنگ عالی داشت پیش میرفت. و خب به بدبختی از جاهای مختلف یه ذره گیر بیار و حالا یه ذره تست رو بذار و تست جواب نمیده و دوباره تکرار کن. واقعا مکافاتی بود. یعنی اصلا پروژه ارشد هم خیلی طول کشید، هم واقعا تست ها هم اونطور که باید شاید پاسخ نمیداد و من خیلی کار سنگینی برداشتم که من پیشنهاد میکنم به دوستانی که الان دارن میبینن، حالا تجربه شخصی خودم، واقعا کار ارشد رو نباید سنگین برداشت. اکثر بچه‌ها ما که کار واقعا منطقی میکردن یه پروژه بیوانفورماتیکی برمی داشتن، حالا هم دانش بیوانفورماتیکیشون میرفت بالاتر، همین که راحت جمع میشد حالا حتی نه الزاما تو محیط دانشگاه و آزمایشگاه، میشد در فضاهای دیگه انجام میشد و خیلی ایدئال تره. من پیشنهاد بچه‌ها اینه که واقعا این کار رو انجام بدن و آره واقعا من
تا بخوام تستام بذارم 1 سال و خورده فقط تستاش طول کشید تا حالا آنالیزش انجام میشه. این داستان ها فقط خود پروسه پایان نامه من 2 سال طول کشید که پایان نامه باید 1 سال، یعنی کمتر از 2 سال تقریبا طول کشید، 6 ماه طول کشید. و اون نقطه‌ای بود که من همیشه به خودم میگم ای کاش برمیگشتم و ای کار سال‌تر انجام میدادم، هم به جهت میگم تستاش، هم به جهت تامین موادش و چیزای بیشتری شاید میشد یاد گرفت. البته اونم که اون چیزایی که یاد گرفتم خوب بود، ولی همیشه دارم می‌خواست یه ذره اتفاقات بهتری. این به نظر من کاملا درست، بزرگترین چالش بود حقیقتا. نمیدونم شاید بچه‌ای که اینو میبینن فکر میکنن ما قبلا با هم یه گپ و گفتی داشتیم، مثلا من اینو پرسیدم و گفتم پروژه ارشد چه از سخت داریم بود، اما این اولین باریه که ما داریم با هم صحبت میکنیم. حالا به غیر از اون تکسایی که دادیم واسه هماهنگی این پادکست، اولین باریه که ما داریم با هم صحبت میکنیم. فقط شما دارید تجربه های 2 نفر رو که به صورت موازی یک مسیر رو رفتن و چالش های مشابهی داشتن و دارن صادقانه بهتون میگن رو میشنوید. چون که من همیشه به بچه‌ها میگم شما قرار نیست توی ارشد دنیا رو نجات بدید، حتی توی دکترا قرار نیست دنیا رو نجات بدید. شما فقط دارید میرید که کار پژوهشی رو یاد بگیرید ولا غیر. و با هر مدل پایان نامه‌ای شما میتونید کار پژوهشی رو یاد بگیرید. شما میتونید با بایوانفورماتیک یاد بگیرید، شما میتونید با کار سلولی یاد بگیرید، شما با پی سی آر یاد بگیرید. و مشکل اینجا نیست که حالا شما به قول معروف انگیزتون و اشتیاقتون زیاده، مشکل اینه که امکانات کمه و مواد گرونه و نیست. یعنی شما من به غیر از ایران هیچ کشوری در دنیا نمیشناسم که بدون اغراق دارم اینو میگم یعنی فکر نکنید مثلا من دارم اینو یه چیزی میگم، هیچ کشوری نیست که دانشجو پول پایان نامه خودشو بده و تحقیق خودشو بده و مواد خودشو بده و دستگاه خودشو بده. هیچ کشور، حتی پاکستان هم اینجوری نیست، حتی بنگلادش هم اینجوری نیست. چون من با بچهای بنگلادشی هستن توی دانشگاه صحبت میکنیم، پاکستانی هستن، هندی هستن و ما تنها کشوری هستیم که دانشجو میره پول خودش، یعنی دانشجو در واقع داره به دانشگاه پول میده. و شما نباید با این وضعیت در واقع تورم و این اتفاقایی که میفته یک کاری بردارید که در واقع وسطش اذیت بشین و گیر کنید توش. یه جورایی گفتی چطور با این شرکت آشنا شدی؟ ادامهش چی شد که وارد شدی؟ من از آخر لیسانس موضوع شروع شد و همه ما تو زندگیمون یه شانسایی میاریم. حالا 100% من تعارف ندارم دیگه. بعضیا میگن آقا یعنی آره یکی یه شانس میاره و همه کردیتش رو میده، من این اتفاق رقم خورد. ولی خب واقعا من یه لحظه یه شانسی آوردم. دانشگاه تهران یه گروهی داره به اسم گروه بیوتکنولوژی که اصلا مشهوره در کشور به اسم دکترا پیوسته. این فقط از کنکور سراسری ورودی میگرفت از اول که آقا مثلا رتبه‌های زیر 150 مثلا کلا 10-12 نفر دعوت میشن، مصاحبه میشن، بعد میدن دیگه. کنکور ارشد و دکترا نمیدن، اینا یه سری میان تا دکترای از همون لیسانس. ما ترم 7 که بودیم زمزمه شروع شد که آقا گروه بیوتک انقدر دانشجوهای ارشد دکتراش اپلای کردن رفتن که میخواد ورودی بگیره برای ارشد ناپیوسته. خب ما هم اقدام کردیم و تقریبا از بچه‌هایی که بودیم تقریبا 10-20 نفر اقدام کردیم و چند نفر پذیرفته شدیم و من به همراه حالا در واقع دوستانی که اون سال بودیم شدیم اولین ورودی ارشد ناپیوسته گروه بیوتک. خیلی تجربه خوبی بود، واقعا خیلی تجربه. من قبل از که وارد دانشگاه بشم خیلی شاید به بیوتکنولوژی اون حس خوبی نداشتم، شناختی نداشتم راستش. ولی وقتی ارشد وارد رشته بیوتک شدم و گروه بیوتک دیدم اصلا خیلی فضای خوبیه و تعارف هم نداریم بخاطر چون گروه متمرکزتریه و یه مقدار حالا تعداد دانشجوهاش کمتره نسبت به اساتید به دانشجوها بیشتره، شاید شما یه مقداری از نظر امکانات دستت هم بازتر باشه. اونجا من خب چون می‌خواستم همین حوزه استنسولین ها کار کنم، خوشبختانه 3 تا استاد واقعا کار درست ما داشتیم تو گروه بیوتک که روی این حوزه کار می‌کردن. یکیشون هم حالا استاد بود که باشون کار کردم، خانم دکتر کبیری. من به ایشون مراجعه کردم و گفتم من همچین پلنی دارم، همچین پروژه‌ای می‌خوام انجام بدم و ایشون موافقت کرد. از قضا تقریبا تو همون در واقع شرایط خود این استاد من خانم دکتر کبیری با این شرکت سلتک داشتن در واقع مذاکره می‌کردن، حالا به جهت آشنایی‌های بود
که ایشون بشه مدیر واحد تحقیق و توسعه اون شرکت. و من یادم نمیره، ما شمال بودیم خونه پدر خانم امینا که دکتر کبیری زنگ زد آقای امامی شما بیا تو این شرکت، من میخوام بشم مدیر آرندی، شما هم بیا و عضو آرندی بشون. من و یک از دوستانم که الان با هم اونجا هستیم صحبت کردیم و چون من موقع خیلی هم درگیر کار تدریس و اینها بودم گفتم آقا کار تدریس رو سبک کن بیا پاره وقت اینجا کار کن. و منم خب واقعا خیلی خوشحال بودم از این پیشنهاد حقیقتا بی‌تعارف. البته یه پرانتزی باز کنم، همون موقع هم نسبت درآمد کار تدریس بالاتر بود ولی اون عشق و علاقه چربید حقیقتا. و من تقریبا نصف تایممو خالی کردم، از بحث تدریس فاصله گرفتم، رفتیم اونجا و دیگه این بابی شد که ما موندیم در این شرکت. و جالب به شما بگم که خود استاد من بعد از 2 سال و نیم رفت آمریکا، یعنی بکنم یه پوزیشن کاری اگه شما کام گرفت و رفت و ولی من و اون دوستم حالا فعلا هستیم تا ببینیم خدا چی کنه. خیر باشه. این چیزی که گفتی 100% درسته. یه مبحثی توی روانشناسی هست به اسم هارد لاک و اون مربوط به چیزاییه که دست خود آدم نیست. کدوم خانواده بزرگ میشی، کدوم خانواده به دنیا میای، کدوم کشور به دنیا میای، اینا واقعا دست آدم نیست. یه چیزیه که من اسمشو گذاشتم سافت لاک، یه چیز خود ساخته است. چیه؟ به اون موقعیتایی میگم که قرار گرفتن درونشون مستلزم یک در واقع یه سلسله کارهاییه، یه آماده سازی هاییه. میدونی چی میگم؟ یعنی این که آره شما باید شانس بیاری که همچین اتفاقی واسط بیاره، اما به هر حال بعد درس بخونی که وارد اون گروه بیوتک دانشگاه تهران بشی، باید انقدر آدم اجتماعی باشی که بری با استادا صحبت کنی، باید مهارت هایی رو از خودت نشون بدی که اون استاد به تو اعتماد کنی. یعنی مثلا وقتی اون خانم دکتر کبیری تو ذهنش داشته میشمرده میگفته فلانی، اوه مثلا فلانی هم هست، قطعا اون خانم دکتر 50 تا دانشجو داشته تا قبل از اون، احتمالا هنوز 20 تاشم تو ایرانه. تو اون لحظه باید تو ذهنش بیاد که فلانی اون کسیه که من اگه معرفیش کنم فردا سرم پایین نمیافته پیش اون شرکت. خب این شانسه، آره این شانسه، واقعا این برای همه پیش نمیاد، یه موقعیت مساوی نیست، اما این شانسیه که اگر خودت تو اون راه قرار ندی برات هیچ وقت اتفاق نمیافته، تا ابدم اتفاق نمیافته. درسته شانسیه، اما یه به قول معروف شما اون دست برنده رو انتخاب کردی که حالا توش یه مثلا برگ آسم هست. خیلی مهمه، خیلی مهمه. اینجا همون جاییه که میگن نتورکینگ به در میخوره. نتورکینگ از آسمون به در نمیخوره. این چیزی نیست که هر کی بره مثلا من دیدم مثلا میرن 5000 نفر یه دفعه تو لینکدین کانکشن میزنن، دکمه رو میزنن، بعد فکر میکنن این نتورکینگه که مثلا تو 5000 نفر رو باشون کانکت شده باشید توی لینکدین. نه، نتورکینگ اینه که شما با 10 نفر 20 نفر درست حسابی منظورم حالا لزوماً گروه خاصی نمیگم، درست حسابی یعنی که درست حسابی و موقعیتی که شما میخواین با اهدافی که شما میخواین مچ باشه و اونها شما رو راهنمایی میکنن، نه خودخواسته، ناخودآگاه شما رو راهنمایی میکنن به اون سمتی که میخواین. چرا؟ به خاطر اینکه شما انتخابشون کردین و میدونید که در جهت اهداف شما دارن کمک میکنن. میرسیم به مبحث شیرین درآمد. من به همه میگم درآمد بخش مهمی از زندگیه. بله. عشق مهمه، علاقه مهمه به اون شغلی که داری انجام میدی، اما من برات تضمین میکنم که اگر عاشقانه ترین شغل دنیا رو هم برداری، بعد از یه مدتی اگر درآمدش کفاف حداقل خواسته های تو رو نده، تو احساس میکنی اون شغل مناسب تو نیست، یا اینکه احساس میکنی داری زده میشی ازش، یا احساس میکنی داری دست کم گرفته میشی. چند تا موضوع هست توی مبحث درآمد. اول اینکه بتونیم وارد جایی بشیم که اصلا درآمد رو ایجاد کنه. من یه صحبتی دارم همیشه با بچه‌ها انجام میدم. من میگم محمد امامی آدمیه که سعیشو کرده، تلاش کرده، واقعا به هر حال زحمت کشیده تا به اینجا رسیده. من فرض رو میخوام بر این بذارم که تمام اونهایی که میان رشته علوم پایه، از دانشگاه سراسری، آزاد، پیام نور، غیر انتفاعی،
همه به اندازه محمد امامی سختی بکشن و زحمت بکشن و همه ارشد بگیرن و اصلا ارشد دانشگاه تهران بیوتکش گروه انقدر بزرگ کنه که همه بیان وارد اون گروه بشن و به همه هم امکانات خوب و مساوی بده واسه اینکه ارشدشون رو بگیرن. ما چند تا موقعیت شغلی داریم که اون از توی اون همه یه تعداد ور دارن، یعنی دیگه به هر حال آخرین راه میشه همه رزومه مساوی و قرعه کشی کنن دیگه. مثلا دارم میگم 5000 تا وارد شده 100 تا ظرفیت داره سند ببره. من دارم بهشون میگم الان ظرفیت صنعت ما بسیار بسیار کمتر از مقداری که دانشگاه دارن ورودی میگیرن و عملا دانشگاه دارن ورودی میگیرن به خاطر اشتیاق بچه برای اپلای. یعنی اگر اون اشتیاق و امید اپلای نبود اصلا کسی واقعا شاید میگم 90% اونایی که میرن این رشته نمیرفتن. چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه خیلی ها مثلا نمیرن رشته شاید مثلا کشاورزی به خاطر اینکه فکر میکنن این رشته کمتر محبوبه، گرچه واقعا واسه اپلای رشته بسیار خوبیه. خیلی ها نمیدونن اما بسیار رشته خوبیه واسه اپلای. یکم هم اسمش باحال و با کلاس دیگه. مثلا این که بگی کشاورزی میخونم بازم برمیگرده به اون فشاره اجتماعی. اون مثلا رفته حالا کشاورزی داره میخونه، اما اگه بگی مثلا ژنتیک دارم میخونم، بیوتک دارم میخونم، اسمش با کلاسه. بله. وضعیت کار چجوریه؟ واقعا فکر میکنی از این خیلی عظیمی که دارن اضافه میشن هر سال به در واقع تعداد داوطلب و اون در واقع به بازار کار چه از این ور وارد میشه و از اون ور هم خروجی دارن دانشگاه دیگه. من یه بار میگم بچه‌ها کارت ویدیوی المپیا رو میذارم این بالا سمت راست رو چکش کنید و آمارا رو ببینید. ما یه تعداد عظیمی داریم سالانه فارغ التحصیل ارشد و دکترا و کارشناسی تولید میکنیم. به عنوان کسی که توی صنعت چقدر از اینا جذب میشه به نظرت؟ حالا میدونم شاید عدد و رقم درصدی نداشته باشی اما به هر حال کیفی شاید بتونی یه جوابی بدی. من شاید بتونم با توجه به آنچه که از هم دوره‌ای های خودم و حالا نزدیک های دوره های نزدیک خودم 2-3 سال بزرگتر 2-3 سال پایینتر که شناخت های حد دارم بخوام بگم، من میگم در بهترین حالت برای 3 نفر از هر 10 نفر دقیقاً با همون صحبتی که شما داشتین که فرض کنه همه رزومه ها مساویه، همه این شانس رو دارن وارد فضای کار بشن، بلدن، تکنیک ها همه چی مسلطن، به نظر من در بهترین حالت اندازه 30%. من نظرم یعنی حالا پوزیشن های شغلی که الان در دسترس هست، تعداد کمپانی ها و شرکت هایی که دارن فعالیت میکنن، حالا از کوچیک از استارتاپ شما بگیر تا هولدینگ هایی که خودشون 10 تا شرکت دارویی زیر مجموعه‌شون، من چیزی که دارم میبینم واقعا در بهترین حالت 30% و از اون 70% باقی مونده 30-40%شون اپلای میکنن و 30% دیگه شون هم تقریبا وارد حوزه های دیگه میشن که اصلا ارتباطی ممکن نداشته باشه. یه پرانتزی هم باز کنم که این در صورتی است که میگم من اصلا تدریس زیست رو جزو شغل‌های صنعت بیوتک و زیست شناسی اصلا نمیبینم تو این شرایط. اگر شما اون رو در نظر بگیرید خب چرا یه عده زیادی هم وارد اون فضا میشن و خب به جهت اون اقبالی که به سمت رشته‌های پزشکی و دندون و دارو اینها هست، خب یه بازار کار خوبی هم اونجا فراهمه. ولی اگر اون در نظر نگیریم و رشته‌های مرتبط رو بگیریم، من فکر می‌کنم در بهترین حالت در حدود 30% 35% خیلی خوشبینانه بخوایم بگیم. این به نظر من. موافقم باش، گرچه من حتی فکر می‌کنم 30% هم عدد گفتی خوشبینانه دیگه، خودت داری میگی. بله. ما تقریبا فکر کنم سالی 11-12 هزار تا، دقیقاً آمارش خاطرم نیست به خاطر اینکه چند وقت پیش این ویدیو رو ضبط کردم، شاید 1 سال پیش بود، شاید هم 8-9 ماه پیش بود. سال 11-12 هزار تا داریم خروجی میدیم. یعنی فکر کن مثلا شما الان همه رفتن سر کار، همه سال بعد 11-12 هزار تا خروجی داریم المپیا. انواع و اقسام رشته‌ها دارم میگم، از بیوتک بگیر همون بیوتک دانشگاه تهران دکترای پیوسته تا زیست شناسی جانوری دانشگاه آزاد مثلا دور افتاده ترین شهر. سیناژن، کل سیناژن که بزرگترین شرکت دارویی ایرانه و خاورمیانه،
تمام پرسنلش، یعنی از نگهبانی دم در تا مدیر عامل، هولوش 1000 نفره. یعنی شما اگر از نگهبانی، بیوتکنولوژی و زیست و اینا بگیرید تا مدیر عامل، 1000 نفر اینو میگه. یعنی ما سالی 12 تا سیناژن بزنیم میتونیم همه اون آدما رو ببریم سر کار. از اون هولدینگه. آره. و شما میتونید دیگه بقیه‌اش رو خودت حساب کتاب کنی. اگر داری وارد این رشته میشی دوست من، یه ماچی حساب بردار ببین چقدر شانس کار گرفتنت وجود داره. اما خب همیشه به قول معروف این سمت بد یه سمت خوبم داره دیگه، دو روی یه سکه است. یکم این روی خوبش سخت‌تر میفته، تعدادش کمتره، اما خب میفته. اگه کسی بخواد، من اینو انکار نمی کنم که میتونه موفق بشه، اما بدونید راه سخته. من تو همون ویدیو هم گفتم نمیگم نمیشه، اما دارم بهتون راهو نشون میدم. یه بار یه نفر میگه برو این بنداز اتوبان با سرعت 200 کیلومتر در ساعت میرسی به مقصد. یه بار میگه سنگلاخه، یه جاش خاکی میشه، یه جاش شنیه، یه جاش چاله داره. خلاصه ماشینتو ببند دیگه وقتی داری حرکت میکنی. یه بخشی از این بحث اینه که میتونن برن سر کار. بخش دومش اینه که اوکی رفتین سر کار، آیا درآمدش انقدر هست که راضیمون کنه، یا به قولت بعد کار دومی برداریم؟ اگر فکر میکنی بعد کار دومی برداریم، چند درصد از اون 30% بعد کار دوم برداریم؟ چون من واقعا نسبت به این هیچ برداشتی ندارم. تعداد کنکوریا رو میشه حساب کتاب کرد، اما اینش واقعا غیر قابل محاسبه است. بله. الان امروز که من خدمت شما هستم، اگه اشتباه نکنم به تاریخ شمسی 10 اردیبهشت 1404 دیگه، درسته؟ 11 بعد از پرسیدن چون میخوام بدون هیچ ابایی عدد بدم، ببخشید حالا شاید هم خیلی خوب نباشه گفتن، ولی خب الان فضای کار چند تا نکته بسیار مهم داره. به نظر من بالای 60-70% کسانی که در کشور وارد صنعت بیوتک میشن خانومن و صراحتا اینو تعارف نداریم. اصلا نمیخوام خدا نکنه جسارت کنم، این یه چیز به نظرم اجتماعی پذیرفته شده است که خب به صورت شاید غالب انتظار یک خانم از درآمد انتظار پایین‌تری است، به خاطر اینکه فشارهای کمتری رو دوشش هست. این طبیعی. و اکثر شرکت‌های دارویی که شما نگاه می‌کنی بخش آزمایشگاهیش عمدتاً، یعنی بخش آزمایشگاهی غیر آزمایشگاهی اکثرا خانم. و این اشل درآمدی چجوریه؟ شما خب استاندارد اینه که شما در ماه حدودش 192 ساعت مثلا تایم کاری داشته باشی، حالا ما بگیم 200 ساعت. الان یه چیزیه که فکر میکنم به ازای 200 ساعت کار شما به صورت میانگین در شرکت‌های مختلف چیزی بین 20 تومن 22 تومن دریافتی داریم و 22 میلیون تومان مثلا، که یه حساب کتاب کنیم به ازای یه ساعت عددی فکر کنم 100 تومن اینطورا میفته، که اصلا به نظرم عدد خوبی نیست، بی‌تعارف. یعنی با این عدد در یک ماه شما اگر قرار باشه بار یک زندگی رو به دوش بکشی، به هیچ عنوان امکان پذیر نیست، به خصوص در تهران. و از اون برای قصه نگاه بکنیم، متاسفانه عمده شرکت‌ها در تهران هست. یعنی شما اگر در تهران زندگی کنید، حقوق این شرکت‌ها رو بگیرید، خب خیلی سازگار نیست و خب خرج تهران بدید، یعنی که به شهرستان که خب اصلا خب چند تا مگه شرکت در خارج از تهران مشغول به کار هستن، اصلا چقدر تجهیزات هست واقعا. خب این ضعف دیگه خیلی بزرگه، مشکل بزرگیه. یعنی الان به نظر من از اون عده‌ای که مشغول به کار میشن، از اونهایی که دغدغه چرخوندن یک زندگی رو ندارن، خب اوکی میتونیم بپذیریم که آقا شما این شغل داری انجام میدی، این کار رو انجام میدی و این درآمد هم قابل قبوله برات. ولی اگر مثلا میگن شما بار یک زندگی رو بخوای به دوش بکشی، عدد اصلا قابل قبول نیست به نظر من. و چه بسا در اشله‌های حتی مدیریتی هم فکر میکنن این عدد مثلا به 50-60 تومن در ماه نمیرسه، در اشله‌های مدیریتی مثلا حتی کلانش این اینجوریه. و من صنایع مختلف، حالا یه مثال بزنم، فکر کنم در حوزه علوم کامپیوتر و برنامه نویسی و سیستم های آیتی که اصلا عددها خیلی متفاوته. حالا مثال بزنم، حالا تو حوزه کامپیوتر یا تو حوزه های نمیدونم دیگه ای که هر کی تخصص داره،
یعنی من اگه بخوام از 1 تا 10 به صنعت زیست کشور نمره بدم، از نظر اینکه تازه شما وارد فضای کاری شدی، حالا میخوای ببینی چقدر گیرت میاد، شما به صنعت زیست میتونی از 1 تا 10 نمره در بهترین حالت 2 رو بدی، در بهترین حالت 2 رو، که خب طبیعتا جامعه زیادی مشتاق نیستن به سمتش، به خصوص آقایونی که میگم. و اینکه یه چیزی رو حساب نکردی توی حساب کتابات محمد جان، و اون سرمایه گذاریه که روی خودت میکنی تا به اون نقطه برسی که اصلا بتونی وارد اون شرکته بشی. یعنی مثلا شما اگه تصمیم بگیری بری تاکسی اینترنتی کار کنی، حالا این اسنپ و تپسی هم شدن کتکخور همه محافل، هر جا میخوام بگم اسنپ، اما واقعا خب میخوام بگم به عنوان در دسترس ترین کاری که میتونی انجام بدی. یعنی شما 18 سالت شد، گواهینامه‌تو گرفتی، یه دونه میری اونجا، یه دوره 1-2 ساعت هست و شروع میکنی به کار کردن. یعنی آره یه ماشین میخواد، اما شما توی اون 6 سال 7 سالی که درس میخونی به اندازه 2-3 تا ماشین داری رو خودت سرمایه گذاری میکنی. همین اون لحظه‌ای که گفت اون من 200 تومن 90 تومن پول اون مادم شده و تا برسه به قول معروف به کارم اون دلار 2 برابر شده، همین اون وقت میشد باش یه ماشین خرید. حالا نه نوع دست دوم، به غیر از اون سالهایی که آدم زحمت میکشه، به هر حال شما اون سالا میتونی کار کنی. آره با حداقل حقوق، اما میتونی کار کنی. و اینکه خیلی اون سالا رو حساب نمیکنن جزء زحماتی که کشیدن. و یکی از دلایلی که خارج از کشور خیلی کمتر مشتاقن برن به قول معروف دکترا بگیرن همینه. میدونی اتفاقی که میفته چیه محمد جان؟ شما اگر یه کارشناسی بگیری یا یه ارشد بگیری، حالا آنرز بهش میگن تو استرالیا، ارشد هم نیست اون مدلی که حالا ما ارشد و سراغ داریم تو ایران، بعد از دکترا یه پروژه 8-9 ماهه برمی‌داری میشه بهش میگن آنرز، مثل ارشد میمونه، بعدش میتونی بری دکترا بخونی. اینه که شما میتونی برید با همون توی در واقع شرکت کار کنی و 85-90 هزار دلار به عنوان ریسرچ اسیستنت پول بگیری، بعد بری 4 سال دکترا بخونی و به هر حال عمرت داره میگذره، کارم نمیتونی خیلی انجام بدی، بعدش مثلا بعد از 4 سال میتونی بری پستاک 105 تا حقوقته، بعدش حالا برو کار کن، مقاله بده، فلان تا بشی لکچرر، سینیور لکچرر، اسوسییت پروفسور که حالا اون وقت آره حقوقش میرسه مثلا 250 تا 300 تا. اما اون خیلی میگن تا اون موقعی که من بخوام این کارا رو بکنم و این همه زحمت بخوام بکشم تا بشم مثلا پروفسور، من همونقدر رو کار میکنم، اولا مالیات کمتری میدم روی اون درآمدم، مثلا 90,000 تا اگر دارم میگیرم هنوز به اون ترچولد مثلا پله بعدی مالیات نرسیده، پس برای هنوز اون پول خالصی که میاد دستم بیشتر. دو، اون سالا رو اگر پولیو که بابتش میگیرم حساب کنم شاید گپ بعدش رو پر کنه واسه من، و واقعا کسی که علاقه داره میاد میخونه. اگه برگردی چه کارایی انجام میدی؟ یعنی اگه الان برگردی به دوره کنکورت، چه چیزایی فکر میکنی عوض کنی، بهتر کنی، اصلا انجام ندی؟ و اینکه خود به خود باعث میشه که بگی چه توصیه‌ای داری؟ برای من فقط به نظرم یک چیزه راستش. من اگر خیلی ازم سوال پرسیدن که آقا شما یا برگردی به دوران مثلا کنکور سراسری و انتخاب رشته و دوباره همین مسیر رو میای، همین رو انتخاب میکنی، با اینکه میدونی روزی که کنکور دادی رو مثلا دلار 3,000 تومان بود ولی الان 80,000 تومانه، بازم همین فرآیند رو شما طی میکنی، 100% همین مسیر رو میرم، ولی با یک تفاوت، با 2 تفاوت. یک، واقعا پروژه ارشدم رو آسان‌تر برمی داشتم و این صحبت شما رو واقعا بیشتر به خودم میگفتم که قرار نیست در ارشد و حتی در دکترا دنیا رو عوض کنی، هنوز وقت برای کارهای بزرگ هست. و 2 اینکه واقعا زودتر اپلای میکردم، چون وقتی شما وارد جایی میشی که دیگه تو کشور خودت به نظرتون جایی که مثلا دوستش داری بری کار میکنی و یه پایگاه طوری برای خودت نصف نیمه دست و پا میکنی، دیگه اپلای کردن سخت میشه. و من الان فوق‌العاده عاشقانه دوست دارم که برم تو یک دانشگاه رده بالای دنیا و دکترا بخونم، ولی خب الان سخت شده یه مقداری و داره سخت‌تر میشه. یعنی هر چیز زمان میگذره شما هی در واقع بیشتر پیش میری تو در واقع فضایی که هستی، کارت داری میکنی و این رفتن ذره دشوارتر میشه.
من اگر برگردم واقعا فقط همین دوتا کار میکنم، ارشد آسون‌تر و اپلای سریعتر. به نظرم این شاید بهترین تصمیماتی بود که میتونستم بگیرم، وگرنه بقیه‌اش رو هم خودم دوست داشتم سمت این کارهایی که کردم بیام دوباره. همین که از پیش اصلا آمادگی داشتم، میدونستم مسیر آسونی نیست، از اولم مشخص بود و پذیرفته بودم این دشواری‌ها رو. اگه بخوای اپلای کنی کدوم کشور انتخاب میکنی؟ اولویت برای من راستش بیشتر از کشور دانشگاه بود همیشه. یه آفتابی هم افتاد توی صورت. آره دیدم اتفاق. بیشتر بیشتر برام دانشگاه، یعنی من خیلی برام این نبود که مثلا یه کشور خاصی برم که یه مثلا اپورتونتی خاصی بهم بده، آلمان باشه، آمریکا باشه، کانادا باشه. من خیلی از این دیوونه‌های ساینس و علم و اینا که یه دانشگاهی بریم مثلا اتفاقات تو اون دانشگاه بیفته، اون مقاله ها از اونجا در بیاد. و خب بی‌تعارف به نظر من شاید آمریکا احتمالاً اولین فکرم بود، ولی خب الان سخت شده. یعنی آمریکا ویزاش هم برای ایرانی‌ها سخت شده، فکر کنم کل دنیا الان ویزاش برای ایرانی‌ها سخت شده. حالا من از دوستانی که تک و توک اشاره میکنه در واقع مراجعه میکنن به سفارت‌ها و برای دریافت ویزا و اون چالنج‌هایی که دارن میپرسم، از دوستان خوب خیلی رفتن، میبینم که یه مقداری متاسفانه شرایط ایده‌ای نیست. ولی فکر میکنم الان آمریکا و بعد آلمان و استرالیا احتمالاً گزینه‌های دوم می بود برام و هنوز هم هست چون هنوز هم در گوشه ذهنم واقعا به اپلای فکر میکنم. من که نبودم واسه ارشدت که توصیه کنم پایان نامه‌تو سبک در بردار، اما شاید واسه اپلای اینو بگم، هم شما هم واسه بچهای دیگه. توی علم و امکانات، در واقع تولید علم و امکانات، آمریکا با یه فاصله خیلی بزرگی از بقیه کشورهای توسعه یافته بهتره. اگر چین رو بذاریم کنار، شاید خیلی واسه این نکته که گفتم عجیب باشه، چون که الان چین پولای عجیبی داره توی ساینس میذاره. چین الان داره پولای عجیبی توی ساینس میذاره. یعنی شما فکر کن مثلا تعداد شتاب دهنده‌های الکترونش، سینکروترون‌هاش یواش یواش داره به آمریکا میرسه. سینکروترون یه چیزی که اصلا سود مالی نداره، فقط واسه ساینس، یعنی ضرره، یعنی مثل سیاه‌چاله‌ای که پول میمکه. و اینکه وقتی اینو میزنی یعنی تو خیلی داری رو علم سرمایه گذاری میکنی، چون تو همه جهاتش استفاده داره. اما خب به هر حال دیگه اون نگاتیو سایدش هم داره. چین به هر حال اگه بخوای بعداً زندگی کنی قاعدتا نمیشه، محدودیت‌های خاص خودشو داره، واسه همین میذارمش کنار، به عنوان انتخاب مثلا جانبی بهش نگاه می‌کنی. اما توی کشورهای غربی آمریکا با یه فاصله زیادی توی تولید علم و کیفیت علم و پول و دستگاهی که استفاده می‌کنی بهتره. اما توی آرامش دوران دکترا خوندن استرالیا با اختلاف از بقیه جلوتره. یعنی اون آرامش، اون کیفیت زندگی رو که داری تو استرالیا وقتی داری دکترا میخونی، بعید میدونم توی کشور دیگه داشته باشی. شاید مثلا آلمان هم بشه گفت یه نوعی این رو داری، اما اون فرهنگ به قول معروف مولتی کالچرش، میدونی آلمان به هر حال آلمانیا مثل فرانسویا مثل انگلیسیا اون کشور بودن خودشون دارن، مثل ایرانیا. اینم بگم یادمون نره ما خودمون هم همین مدلی هستیم. یعنی ما ایرانیم، اونا میگن ما آلمانی. مثلا غریبه میاد کجا اینجا چی کار میکنی؟ استرالیا اینجوری نیست، واقعا استرالیا اینجوری نیست. خیلی خیلی محدود مثلا آدمایی پیدا باشن با این اخلاق. مثلا اگه کسی آرامش رو دوست داره، اون ریلکس بودن رو دوست داره، استرالیا خوبه. اما اگر تو فکر هیجان و به قول معروف اینکه زودتر کار انجام بشه و با پول بیشتر و بودجه بیشتر، قطعا آمریکا جای بهتریه. من خودم هم حقیقتش همیشه دوست دارم به عنوان یه دوره کوتاه مثلا 1 سال 2 سال یه فلوشیپ اونجا برم، اما همیشه این داستانای این که حالا این اومد اون این کارو کرد، این اومد گفت بریم بیرون، میدونی اون ثباتی رو که باید داشته باشه نداره دیگه. مثلا رئیس جمهور انقدر قدرتی زیاده که هر کاری بخواد بکنه میتونه انجام بده
و معمولا هم کسی بهش نه نمیگه مگه حالا این کار احمقانه ای بخواد انجام بده. اما استرالیا اینجوری نیست. یعنی این داستانی که مثلا الان ترامپ اومده یه امضا میکنه حالا دیگه به ایرانیا سخت ویزا بدید، یه اتفاق افتاده بود چند وقت پیش توی استرالیا و یه سر و صدای خیلی زیادی شد، لایحه بردن مثلا میخوان به چند کشور ویزا ندن یا مثلا خیلی سخت ویزا بدن یا ویزیتوری ندن. من این زمزمه هاش میومد به همین میگفتم همچین اتفاقی نمیفته تو استرالیا کشور قانونی یه روزه و یه هفته‌ای و مثلا خلع و ساعه نیست و نشد. یعنی خیلی شیک رفت تو مجلس ردش کردن به همین راحتی، گفتن اصلا همچین حقی ما به وزارت خارجه نمیدیم که بخواد تعیین کنه کی بخواد ویزا بگیره کی نگیره. شاید این واسط بعدن یکم قول معروف کمک کننده باشه، بعدن بخوای انتخاب کنی. یواش یواش داره یه ساعتی گفتیم تموم میشه. حرف آخری، توصیه‌ای، چیزی که من جا انداخته باشم بخوای خودت بگی؟ من 2 تا فقط نکته بگم. یکیش تجربه دیگه. یعنی یه ویدیویی توی حالا کانال خودم گذاشتم که حالا اگر زیست خوندیم رفتیم دانشگاه چی کار کنیم، در صحبت‌های شما هم بود. من تاکید میکنم و خیلی بولش میکنم. بچه‌ها همیشه میگن بچه‌ها وقتی وارد یک رشته‌ای شدید مثل رشته زیست و به قول شما بحث شبکه سازی و نتورک و این داستانا، دقیقاً با این لفظ میگم بچه‌ها باشید تو چی، تو اتفاقا، یه نمیدونم برنامه یه کنگره یه همایشه، بالاخره میخواید تو این صنعت وارد بشید، 4 تا آدم بشناسید، یه حرکتی بکنید، باید بشناسنتون دیگه، ببیننتون دیگه. زمانی که من رفتم برای گرانت پروژه ارشدم پیش یه پزشکی هستن اسمش دکتر حمیدیه، توی مثلا ستاد صلح بنیادی مثلا معاونت ریاست جمهوری، ما وقتی رفتیم گرانتو بگیریم گفتین امامی وقتی انقدر بود پیش ما بود تا الان که مثلا از اول دوره لیسانس تا مثلا ارشد. یعنی الان اینکه شوخی ولی میگم که جایی باشید که ملت ببیننتون، که بشناسنتون، که پس فردا اتفاقی افتاد آقا این فلانیه، این هست، این تو این اکوسیستم فعاله. این اولین توصیه منه واقعا به همه دوستانی که میان تو این رشته. و دومیش هم اینه که من اصلا جدای از بحث های نمیدونم وطن پرستی و کمک کنیم ایرانو بسازیم و یا بحثایی که آقا همه جای دنیا نیاز به کمک داره، اصلا بین کار ندارم. اینا بحثای کاملا شخصی دل خود آدمه. من فقط با دیده به رشته و علم زیست و حوزه ساینس دارم، یا به بیسیک ساینس ها علوم پایه دارم میگم. اگر سایر حوزه ها مسائل رو بذاریم کنار، به نظرم توصیه به بچه‌ها اینه که واقعا اپلای کنید و خارج از ایران تحصیلات تکمیلیتون رو طی کنید و شما دوست داشتین مثلا بخونید برگردید یا هر چی. من چیزی که دریافتم از شرایط کنونی کشور و دنیا، یک دانشجوی ارشد و دکترای حالا هر گرایشی توی زیست تو ایران با توجه به چیزهایی که در دست ما هست آنچه که باید رو یاد نمیگیره، نمیتونه یاد بگیره. یعنی دیگه از کار بیوانفورماتیکی ما ساده که دیگه، یعنی ساده تر از این جهت که دیگه کم تجهیزات تر که ما نداریم. آقا ما نتمون به زور وصل میشه، ما واسه نصف سایت های دارویی یا آی پی ایرانو بستن یا ما تحریمیم یا نمیدونم فیلتر شکر میخواد. یعنی دیگه تو این لول ما به نظرم مشکل داریم. یعنی من توصیه‌ام اینه که اگر واقعا سایر موضوعات رو در نظر نداری و فقط دغدغه‌تون ساینستونه و علمتونه و دانشتونه، اپلای کنید، هر چه زودتر اپلای کنید و یک دانشگاه خوب، یک فضای خوب با کیفیت یاد بگیرید و حالا بعدش هر کار خواستیم برگردیم. دقیقاً یه مدرک تحصیلی دیگه، یه مدرک تحصیلی مثلا علما وارد کشور کنید با خودتون. دقیقاً من یه سوال خودم یادم اومد بپرسم، یعنی یادم رفته بود، یه سوال خیلی شیرین و جذابیه و اون مدرک کارگاه‌های ایران، ببخشید مدرک معتبر کارگاه‌های ایرانه که هر شرکتی واسه خودش یه دونه در واقع بیزینس راه انداخته و کارگاه برگزار میکنه و مدرک معتبر میده. من که همیشه به بچه‌ها میگم واسه اپلای اثری نداره، واسه اپلای این مدارک هیچ فایده واسهتون نداره. واسه کار پیدا کردن کسی که حالا به عنوان کسی که تجربه کار پیدا کردن داری کمکی میکنه، مثلا بگی مثلا
حسن آقا من رفتم پیشش PCR یاد گرفتم، پیش تقی آقا مثلا ریل تایم یاد گرفتم. ببینید اول نکته اشاره کنم که یک بازار بسیار خوبه در ایران، یعنی فوق‌العاده بده. یه چند تا علت خیلی مشخص هم داره. خب خیلی از بچه‌ها که تو در واقع کنکور سراسری انتخاب رشته میکنن، کسی که زیست انتخاب میکنه، حالا با توجه به همه شرایط فرهنگی و اقتصادی و خانوادگی ایران، کسی که میره زیست انتخاب میکنه احتمالاً دغدغه مالی نداره، احتمالاً. میگم ببخشید من روش حرف میزنم. نه خیلی درسته. و خب اومده رشته زیست، آره یه علاقه حالا حدودی هم داره و میگه حالا چیکار کنی؟ منم یه کمپانی دارم، یه دونه هود لامینار گذاشتم، یه دونه ریل تایم گذاشتم، یه دونه ژل لاک گذاشتم و آقا دوره من مثلا 5 میلیون تومان و 10 نفر میان ثبت نام میکنن. به خصوص که خب نه که دانشگاهمون ماشاءالله خیلی اصلا غرق در تجهیزات هستن. خب یه بنده خدایی که داره در یک شهری زندگی میکنه، دانشگاهی که خب امکانات نداره، با اشتیاق بالایی میاد. قطعا همینطوره. حالا این یه سری ساید خوب داره، ساید بد داره، ولی هست، یعنی واقعا وجود داره. اما من یه تجربه خودم شخصا دارم. من قبل از این شرکت یک جای دیگه رفته بودم برای مصاحبه کاری و خب بالاخره خوشبختانه دانشگاه تهران لااقل 4 تا آزمایشگاه داره، شما 4 تا چیز یاد میگیری. یعنی میتونی ادعا کنی آقا من کشت میکروبی بلدم، من PCR بلدم، الکتروفورز دیگه نه دیگه بیس کار دیگه اینا رو بلدم. من رفتم مراجعه کردم به اونجا و یا بنده خدا من با هم صحبت کنم، گفت خب شما چی بلدی؟ نپرسید چه کارگاهی رفتی، واقعا هم چیز نپرسید، گفت چی بلدی شما، مثلا ما این تکنیک ها رو برای این پوزیشن شغلی میخوایم، شما اینها رو مسلط هستی؟ و واقعا براش مهم نیست که شما کجا یاد گرفتی. شما 5 دقیقه با اون طرف هم کلام بشی، خب میفهمه دیگه. بالاخره فرق خودش تو فضا هست. این عین حرف منه. این یعنی همیشه من عین همین، یعنی کلمه به جمله بندی هم همینه. بهشون میگم آقا شما صحبت کنید 2 دقیقه 5 دقیقه با طرف میفهمه چی کاره ای شما. اصلا نیاز به مدرک نداره. اصلا واسش مهم نیست که شما چی رو یاد گرفتی، کجا یاد گرفتی، مدرکت هولوگرام داره، شماره استعلام داره. اصلا کی میره یه مدرک یه شرکت درجه چندم و بخواد بره تو سایت نمره شمارهشو بزنه استعلام کنه؟ به تو میگه ریل تایم اپتیمایزش بلدی بکنی یا نه؟ اگر گفتی میگه بلده، نگفتی میگه بلد نیست. تمام شد. بله واقعا همین. و من رفتم و گفتم آقا شما کشت سلول بلدی؟ اون موقع اواخر لیسانس بودم فکر کنم، هنوز ارشد نبود، اکشن کام یا اوایل ارشد. گفتم من کشت سلول جانوری و انسانی بلد نیستم. گفت پس ما شرمنده‌ایم. تمام شد، خداحافظ شد. حالا اصلا دیگه چیا دیگه برای گفت من آقا من برای این پوزیشن شغلی این یکی ها رو میخوام. کار بعدش من دانشگاه یاد گرفتم، یک آموزش تو حالا برای در واقع مورد بعدی که رفتیم خب بعد گفتم آقا من بلدم. یعنی قصه اینه. و 2 تا میگم سایده، یکی این که واقعا خیلی از دانشگاه‌ها ندارن آپشن این که دانشجو یاد بگیره، که این یک سایدی که خب شما تا حدی نیاز پیدا می‌کنی یه جایی بری یاد بگیری. یه طرف اینکه یه بیزینسی شده، شما 50 نفر رو دور خودت توی آزمایشگاه 3 در 2 جمع می‌کنی، خودت کارو انجام میدی، میگی بچه‌ها ببینید، بعد آخرش هم سرتیفیکیت میدی، برو اپلای کن مثلا هاروارد. خب نمیشه. من فکر می‌کنم شاید واقعا اگر نیت یادگیری باشه، انگشت شمارن جاهایی که واقعا شما میتونی بری آموزش تو ببینی، بس حالا بگی بلدم. چه بسا خیلی هاشم الزاما حضوری کار نمیکنن، یعنی مثلا یک دوره آموزشی واقعا به 40 تا دوره به ظاهر یا به اسم عملی میارزه. دوره عملی که شما نفر دهم تو صفی از بالا داری سلول میبینید، تازه اصلا نمیفهمی اصلا محیط کش ریخ نریخ، با یه دوره‌ای که اصلا شما آنلاین نگاه می‌کنی ولی یاد بگیری. دقیقاً به نظرم بیشتر میصرف اون آنلاینه. یعنی بازاری شده متاسفانه. میدونی محمد جان داستان اینه که این خیلی از اینجا همونجوری که بگی، حالا نگیم همه، اما خیلی از اینجاها دارن در واقع دوره نمیفروشن، اینا دارن توی این بازار ناامیدی امید میفروشن. شما اگر تبلیغاتشون رو ببینی میگه که مثلا بیا با دوره ما وارد بازار کار شو. میدونی اگر بازار کار یه چیز دست یافتنی بود که شما میتونستی خیلی راحت بری و واردش بشی، نه حالا راحت، معقول
بتونی واردش بشی دیگه این بیا با دوره ما وارد بازار کار شو که جذابیتی نداشت. خب بدون دوره شما هم میتونم وارد بازار کار بشم. اما حتی اونایی که خیلی خوشبینن به شرایط وقتی اینو میبینن قلقلک میشن، اون درونشون میدونه که وضعیت خیلی باحال خوب نیست، پس بذار برم اینو شرکت کنم، شاید اتفاقی افتاد، شاید مثلا دریچه امیدی شد. و وقتی رفتی اولیو شرکت کنی، گفتم باز میگن که با یه دونه تکنیک که شما وارد بازار کار نمیتونی بشی، نمیتونی از بقیه خودتون رو متمایز کنی. اینا کلید واژه‌ان، یعنی من اینا رو میلیون بار شنیدم. شما اگر میخوای از بقیه متمایز باشی باید 5 تا تکنیک بلد باشی، باید n تا تکنیک بلد باشی. اوکی، بیا مثلا n تا تکنیک ما رو هم شرکت کنیم، بعد ما میبریمت کارآموزی با واحدهای دارویی آشنات میکنیم. حالا کارآموزی با واحدهای دارویی چیه؟ آشنایی. من میشناسم این، یکی از این جا برده بودشون شرکت کیتسازی. شرکت کیتسازی هم اینا رو گذاشته بود که کیتا رو بذارن تو جعبه بسته‌بندی کنن به عنوان کارآموزی. من بارها هم بازم به بچه‌ها گفتم شما هیچ وقت نمیبینید، یعنی شما مثلا اون صفحه 40,000 تا 30,000 تا 50,000 تا فالوور داره، اصلا اون 5 نفر نه 10 نفر نه 20 نفری که رفتن کارآموزی، اونا هر کدومشون یه پیج شخصی داره. شما هیچ وقت صدای اونا به گوشتون نمیرسه که منو بردن کیت بسته بندی کنم بذارم مثلا تو جعبه توی کارتون، یا هیچ وقت نمیگن که فلان دوره‌ای که کارآموزی وعده داده بودن اصلا ما رو نبردن. اول گفتن تهران، بعد رفت یه شهر دیگه، بعد نشد، اصلا گفتن کنسله. بعد بازم دوره بعدی همین افراد میان دوباره همون آگهیو میزنن و خیلی راحت یه نفر میگه من از سوئیس مدرک میدم، یه نفر میگه که من مدرکم نمیدونم هولوگرام داره تو سایت قابل استعلامه. و متاسفانه یه بازار مکاره‌ای شده. گفتم اینم سوال کنم ببینم تجربه خودت چطور بوده. من یه پرانتزی جسارتم یعنی کلام شما باز کنم. خواهش میکنم. تو علم زیست کارگاهی که تک تک آدما بخوان کار کنن، مواد و تجهیزاتی که استفاده میکنن با 1 میلیون تومان اصلا میشه. نه. یعنی خود این جای شوپ است. نه. من به دانشجویی که مثلا میخواد به کار یاد بگیره، آقا خودت بیا 0 تا 10 نفرید همتون انجام بدید، محیط کش، سلول، فاکتور حالا تمایزی فلان هر چی که میخوای انجام بده و همش در اختیارت، نفری مثلا 800,000 تومان. اصلا خود این آقا یه نفر یه ذره مثلا با حوزه این دانش آشنا باشه، میدونه که من با 800 تومان با یه عدد اینجوری اجازه رو نمیدن که مثلا بیام بعد خودم مثلا مسئله پی سی آر رو درست کنم، مثلا استوکم آماده کنم و علی کد کنم، بعد مثلا 10 تا نمونه داشته باشم، بعد فلان کنم بزنم تو دستگاه، بعد برم ژل، همش خودم یه نفر، بعد همین کار. خب این اصلا ست سامپلر باید باشه. یعنی چقدر با هزینه کنن ست سامپلر؟ حداقل شما 2 تا سامپلر رو لازم دارید، 2 تا پیپت داری، حداقل یه دونه 1 تا 10 لازم داری، یا نیم تا مثلا، یا 2/10 تا مثلا 2 لازم داری، یه دونه هم مثلا دارم میگم 10 تا 100 لازم داری. دیگه 2 تا که باید باشه. اصلا بگو میخوای تو حجم کوین کار کنی 100 تا 1000 هم نمیخوای. بعدش از اون ور مواد لازم داری، از اون ور اون استادی که میاد وای میسته به هر حال ببخشید باید یه هزینهش بدن که یه روزشو کنسل کنه بیاد بالا سر شما وایسه. دستگاه خریدن و پولش در بیاد. اون دستگاه ریل تایم که مجانی کار نمیکنه، به هر حال پولی دادن خریدن، هوده پولی دادن خریدن، اجاره جا، همه اینا هست. بعضی وقتا بچه‌ها میگن فلان کارگاه گرونه. من میگم گرونی معیار خوب یا بد بودن یه کارگاه یا کلاهبردار یا کلاهبردار نبودنش لزوما نیست. به هر حال طرف خرج کرده، میخواد اگر نخواد آب مقطر بریزه تو وایلا توی اون اپندور فیوبا، به هر حال باید یه کاری بکنه، هزینه‌شو باید در بیاره. حالا حاشیه سودشو خدا داند. بله. و یکم عجیب غریب واقعا همینه. چاره‌ای نیست. خیلی لطف کردی محمد جان. خیلی لطف کردی که دعوتمو قبول کردی. وقت خیلی باعث افتخار بود. من سلامت خیلی خوشحال شدم. به قول معروف وقتتو گرفتیم اما به هر حال یه حسنی که داشت تجربات رو با بچه‌ها به اشتراک گذاشتی و مطمئنم که واسهشون مفید خواهد بود. من اگر بگم میگن تو ایران نیستی، اگر یه نفر از جای مثلا یکم دانشگاه غیر از دانشگاه تهران هم صحبت کنه این راهو نرفته باشه، شاید بگی شاید تو اون راهو نرفتی، اما خب شما کسی هستی که به هر حال این چالش‌ها رو طی کردی، این مسیر رو رفتی و به قول معروف
قطعا صلاحیتش رو داری که در موردش حداقل نظر خودتو بگی و تجربه خودتو به اشتراک بذاری. بازم ممکنه فرد به فرد متفاوت باشه. آره ممکنه یه نفرم پیدا کنید بیاد بشینه بگه مثلا من درآمدم 50 میلیونه، همین رشته رو خوندم، ارشدم گرفتم. اما یادتون نره بچه‌ها، با آمار به قضیه ها نگاه کنید، نه با استثناءات. با آمار نگاه کنید به همه چی. مثل اینه که مثلا بگه اوکی مثلا یه نفر رو من دیدم تو اخبار از طبقه 13 ساختمون افتاده بود، چیزیش نشده بود، چند تا خراش برداشته بود. این دلیل نمیشه که شما خودت از طبقه 13 بخوای پرت کنی. دید واقع بینانه، نه بدبین نه خوشبین، همه چی رو آنالیز کنید و راهتون رو انتخاب کنید. وقتی هم انتخاب کردید گوشا کر، چشما بسته، نه حرفی بشنوید. اگر واقعا انقدر مثل محمد میخواید برید و توی راهتون مصممید، دیگه نذارید کسی به قول معروف ناامیدتون کنه. بازم میگم آدم حالا یه حرفی میزنه دوباره حرف بعدی میاد تو ذهنش، میگه کسی گمراه نشه. این به معنی مشورت نگرفتن از بقیه نیست. این به معنی این نیست که اگر دیدید راه غلط دیگه برنگردید. اینا فرق میکنن با هم. این که اگر مثلا هی کسی داشت واسه آیه یأس واسهتون میخوند و شما میدیدید توی مسیر درست هستید و دارید پیشرفت میکنید، اونجا باید کر بشید و کور بشید و نه کسی رو ببینید نه گوش بدید، نه اینکه راهنمای غلط رو نادیده بگیرید. من نمیدونم چطور 30 ثانیه ریلز میسازن و عذاب وجدان نمیگیرن که مطلبو کامل نمیگن. من نمیتونم مطلبو ناقص بگم و احساس میکنم یه حرفی شاید مثلا زندگی یه نفری رو تحت تاثیر قرار بده. واسه همین معمولا طولانی ویدیو. بازم ممنونم محمد جان. بازم تشکر میکنم واسه وقتی که در اختیارمون گذاشتی. سلامت باشین، بزرگوار. روز خوشی داشته باشی. برات آرزوی موفقیت میکنم. ان شاءالله زودتر استرالیا ببینیمت. ان شاءالله. باعث افتخار. سلامت باشی. خدا نگهدارت باشه.